سلام برنامه‌اش، من استرزی هم از چنل گالری رد. ببینید من براتون بهترین اتچمنت بهترین اتچمنت M13 رو بردم که اگه مثلا گانه میتیک مختلف داری ولی نحوه اتچمنت چیندن بلد نیستی، فقط بیا این زیر کامنت کن که آقا مثلا اتچمنت 117 یا اودن اینو اونو میخوام برام بزن. حتی این اتچمنت هایی که من میدم مخصوصا به اپیکام جوابه. خب بریم ببینیم. و اینم بگم که الان شاید با خود بگی خب تو مثلا با 5 تا تیر مثلا یه باتو میکوبی توی زمین تمرین، چی مثلا ادعا میکنی میگی اتچمنتم گاده؟ نداش نکن. من آرمور 100 الان دقت کنی دارم و 100 تا هم اچ پی، همینو دقیقاً با تو زمین تمرین دارم، جمعاً میشه 200. یعنی تو آقا با 5 6 تا تیر که آقا حدود 28 تا اینو دمیج میده فقط به بدن بهت بخوره بالای 30 خورده دمیجشه که آقا بیای با اون بزنی قشنگ جر میده انمیو. ببخشید اینجوری میگم ولی قشنگ جر میده انمیو به قول معروف. بعد کلا برای فایت نزدیک خیلی جوابه، مخصوصا کسایی که همیشه با شاتگان پلیرها میونه خوبی ندارن یا شاتگان زدن بلد نیستن. این واقعا دیگه مشتیه، حکم یه SMG رو برداره. ولی بعدیش اینه که آقا مثلا 60 تیر میگیره و این یه مزیت خیلی خوبیه. برای این میگم بعد که مثلا رگبار میمندی به انمی سریع توی 10 ثانیه خالی میکنه، اینقدر دیگه گانه مشتیه. اینم اتچمنتشه. تو قسمت مازل اینا میذاریم براش برای دمیج رنجشه و تو قسمت برل این بهترین گزینه است. و تو قسمت خشابا هم میام این که 60 تیر رو ساپورت میکنه میذاریم که واقعا هم عالیه. این قسمت برای کنترل کردن بهتر گانه که این دکمه وسطی رو بزنیم واقعا جواب آجی. تو قسمت استوک من آرتیسی رو بهتون پیشنهاد میکنم، اصلا رو دست نداره پسر. اگه خوشت اومد لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه و اگه بهترین اتچمنت روز رو میخوای فقط کامنت کن تو کمترین زمان بعد میذارم. عشق منی، روز خوش.